توجه سروری دولت بر رشد ساحه معارف، ورزش، فرهنگ و هرچی بیشتر و بهتر جلب نمودن نورسان و جوانان با آنها یکی از سمت‌های سیاست حکومت کشور به حساب رفته همه ساله صدها بنا و انشاءات و تالار و میدان‌های تعلیمی، ورزشی، فرهنگی ساخته مورد استفاده قرار داده می شود. شورابینی امروز نیز در پرتو دستور سپارش‌های جناب عالی پیشوای ملت محترم امالی رحمان برگزار گردیده شما و مردم تاجیکستان با دستگیری و سیاست بنیادکارانه و سازنده سروری دولت در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی فعالانه اشتراک می‌نمایید. شورابینی جمهوری عاید به شامات تحت عنوان شامات برای تحکیم نیروی ذهنی جوانان و پیشگیری افراطگرایی امروز در تمام منطقه‌های جمهوری از بدخشان تا ختلان، از رشت تا زرافشان و حصار و دوشنبه آغاز گردید. مقصد از تشکیل شورابینی مذکور این دسته جمعی تمام جوانان جمهوری تربیت و باور رسانیدن ورزشگران امیدبخش که آنها توانند فردار، نامبردار و پرچمبردار جمهوری تاجیکستان گردند. اینچنین ما امروز تصمیم گرفتیم که در این شورابینی عکسیه توفه پرچم را به همدیگر راه اندازی نماییم. این عمل همچون رمز صداقت به دولت و ملت، ارزش‌گذاری به مقدسات دولت و احترام به نشان و پرچم جمهوری می باشد. من پیشنهاد می نمایم که از این لحظه اعتباراً در هر یک خاندان ما و شما پرچم تاجیکستان همچون نشان دولتی تاجیکان رمز ملت دوستی و وطن پرستی پرتوافشان باشد.